منم قبل از اینکه بیام گفت دیگه. چی گفت؟ گفت خیلی مواظب باش داری میری. گفتم چرا چی شده و اینا؟ گفت اصلا نرو، خیلی مراقبت کن از خودت، این پسره یه چیزی داره که آدما میشینن روبروش همه چی رو میگن. در مورد ستایش دوست داری حرف بزنی؟ در مورد ستایش میتونی بگی نه. بیزا حرف بزنم دیگه، شاید دلم بخواد در مورد ستایش الان حرف بزنم. چرا نمیذاری؟ باز چی میمون دعوت میکنی؟ ها خب بذار میمونا بشینن یه گوشه با تو چای بخورن، تو فقط همینجوری حرف بزن. خب میشه در مورد ستایش بگم؟ نه. نه بفرمایید. در مورد ستایش انقدر سالها در موردش حرف زدم که الان نمیخوام در موردش الان دیگه نمیخوام در موردش حرف بزنم. دیدی نباید میذاشتم. آره من دیگه اینجوریه. مامان منم گفت میری مواظب باشی خانم خطرناک.